سلام دوستای عزیزم، خوش اومدین به کانال قصر حکایت. امروزم با یه حکایت دیگه در خدمتتون هستم. ممنون میشم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. در روزگاران قدیم مرد فاضل و دانشمندی در شهر هرات زندگی میکرد. این مرد فاضل از نظر دانش و علم سرآمد مردمان خودش بود. او در رفاه و آسایش زندگی می کرد و هیچ دغدغه‌ای در این دنیا نداشت. فقط مدت درازی بود که شرایط همبستری و عشقبازی با پسر زیبارو برایش فراهم نشده بود و از این بابت تحت فشار و رنج بود. خواجه قصه ما یک همجنس باز تمام عیار بود. از قضا پس از مدتی پسری زیبارو و خوشقد و بالا وارد شهر شد. خواجه از این موضوع با خبر شد و تمام تلاش خودش را کرد تا با حیله و نیرنگ پسرک زیبارو را با خودش همراه کند. اما این مرد فاضل مشکل جا و مکان هم داشت. او هیچ جا و مکانی برای لواط نداشت. یک روز با خودش فکر می کرد که راهی به ذهنش رسید. او برای کار پلید خود مسجدی که در آن حوالی بود را انتخاب کرد. در نیمه های شب با همان پسرک زیبارو وارد مسجد شد و در محراب مسجد که خیلی هم تاریک بود مشغول عشق بازی با پسرک شد که ناگهان تمام مسجد مثل روز روشن شد. مرد فاضل که از ترس داشت می‌لرزید با ترس به اطرافش نگاهی انداخت و دید زاهدی بالا سر آنها ایستاده است. زاهد وقتی که دید آن دو برهنه هستند و مشغول لواط هستند به شدت خشمگین شد و فریاد زد که به خاطر لواط و گناه شماست که خداوند رحمت خود را از ما دریغ کرده است. زمین ها خشک شدند و هیچ بارانی نمی بارد و خداوند نعمتش را از اهل زمین گرفته است. زاهد با چوبی که در دست داشت خواجه را دنبال کرد تا او را کتک بزند. مرد فاضل که دیگر پسرک را فراموش کرده بود فقط توانست از دست مرد فاضل فرار کند. همانطور که داشت از مسجد خارج می شد یک لحظه ایستاد، پشت سرش را نگاه کرد، دید مرد زاهد شلوارش را در آورد و مشغول لواط و عشق بازی با پسرک زیبارو می باشد. مرد فاضل رو به مرد زاهد کرد و با کنایه گفت این همان مسجد و همان محراب و او هم همان شاهد است. چطور برای ما حرام و برای شما حلال است؟ خدا را شکر الان باران زیاد میبارد و زمینهای خداوند سرسبز خواهد شد و خداوند نعمتش را بر ما عطا خواهد کرد. ای زاهد خدا ترس، از برکت کسانی چون شما جهان رستگار خواهد شد. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه‌ای درست که یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بیند و اهل معرفت ابلیسش را. دوستای عزیزم، خوشحال میشم نظراتتون رو راجع به این ویدیو با من به اشتراک بذارید و برای حمایت از من و کانالم لایک و سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید که پر انرژی تر ادامه بدم.